خبر خوش برای جوانان بالای 30 سال تیم ملی. قرارداد امیرخان تمدید شده و جوانای جویای نام ما میتونن از همین الان چمدونا رو ببندن و دقیقاً مثل جام جهانی برامون افتخار آفرینی کنن. اگه حذف شدیم هم که عیب نداره، فوتبال دیگه 2+2 نیستش که بشه 4. فوتبال دیگه 2+2 نیست که همش بشه 4. فدراسیون که به بهونه سن فغانی و کنار گذاشته بود، سقف سن داوری رو دوباره از 45 رسون به 50 سال. یعنی همون داورایی که تو اوج جوونی با تصمیماشون مغز ما رو درد آورده بودن، حالا باید با عینک ته استکانی و آب مروارید واسمون قضاوت کنن. چی بگم والا، میگن احترام بزرگتر واجبه. خولیان آلوارز مهاجم اتلتیکو چون کاراش برای رفتن به باز و جون نشده احساس افسردگی کرد. از اون طرف یامالم چون دوستش آلخاندرو بالده از تیم رفته دپرس شد. من جای روانشناسای ایرانی باشم و همین الان کار اسنپو ول میکنم و اپلای میکنم واسه کار کردن تو اسپانیا. سربازی بیرانوندم داستانی شده. دوکی با سابقه بستن تنگه هرمز تو جام جهانی دوست نداره سرباز شد، در به در دنبال معافیت تحصیلی پروفسوریه. بابا خب تحصیل کرده این مملکت حق داره دیگه. این همه سال نفرستادینش سربازی، الان تا موهاشو بلند کرده دنبه اسبی بنده باید بره خدمت. مشکل شما موی جوانای مملکته؟ مثل اینکه دنیس کرد ستاره نیمکتی ایران تو جام جهانی با سابقه نیمکت نشینی جلوی بلژیک و مصر و نیوزلند قرار از لیگ بلژیک به ترکیه منتقل بشه. دنیس جون وقتش لطفا همه رو جبران کنی ها. اما آنایتا برده جام جهانی، حالا نوبت توئه که برش تو سریالای ترکی.